جمهوری اسلامی ایران دنبال جنگ نیست، ولی برای جنگ کاملا آمادگی داره. شما سوال فرمودید، عملیات پیش‌دستانه در دستور کار ما قرار نداره. ما خواهان جنگ نیستیم، ولی برای جنگ آمادگی کامل داریم. حتی آماده تر از قبل از جنگ قبلی هستیم و علتش هم روشنه. بهترین شیوه جلوگیری از جنگ آماده بودن برای جنگ هست و اینکه دشمنان ما مجدداً دچار سوء محاسبه نشوند. در این حال همونطور که بارها گفتم، ما برای مذاکره هم آمادگی داریم، ولی مذاکره منصفانه، شرافتمندانه، از موضع برابر، با احترام متقابل و بر اساس منافع متقابل. مذاکره‌ای که یک مذاکره جدی و واقعی باشه و نه دستور دادن، دیکته کردن که اخلاق بعضی از کشورها هست.